یکی از صحابه کرام با همراه پیامبر گرامی صلی الله علیه و در مسجد بودن. نام آن ابی سعید رافع ابن معلش میگفتن رضی الله عنه. میگه پیامبر گرامی صلی الله علیه و گفتند که آیا ما به تو تعلیم بدیم بزرگترین سوره در قرآن را پیش از آن که ما از مسجد ببراییم؟ پس گرفت به دست من. میگه هر وقت که میگه اراده کردیم که از مسجد ببراییم، گفتم ای رسول خدا صلی الله علیه و آله، بیشک شما گفته بودید که تعلیم میدیم بزرگترین سوره در قرآن را. پیامبر گرامی صلی الله علیه و فرمودند که الحمدلله رب العالمین. گفته سوره الحمد با اون تعلیم دادن. همین سوره قرآن را گفتن السبع المثانیش میگن. این روایت بخاری است. میگه پیامبر گرامی صلی الله علیه و سوره الحمد را سبع مثانیش گفتن. به خاطر چی؟ علما فرمودند که 7 آیت دارد. 7 میشد و بزرگیش هم با دلالت بزرگیش آشکار هست نزد هر یک نفر که هر یک رکعت نماز ما میخونیم. سبحان الله. و ثوابش بسیار بزرگ است که حمد و ثنا الله در اونجا هست و طلب دعا در اونجا هست و طلب هدایت در اونجا هست و توکل در اونجا هست. تمام بگیم که یقین و تمام هستی بگیم که نعمت های الله در اونجا هست که به یک مجرد سوره الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم خواندن تا آخرش رو تمام بگیم توکل و یقین و حمد و ثنا و ستایش بگیم همه دیگر چیزها در اونجا یافته میشود. و همون خاطر الحمد چقدر که انسان بخواند ثوابش زیاد و مرتبهش بلند شده در نزد الله. والله اعلم و اعلم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.